السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قبل از هر چیز این محفل نورانی و ایمانی و قرآنی رو که جهت تجلیل از مقام شامخ قرآن عظیم الشأن برگزار گردیده خدمت همه سروران عزیز، به ویژه دستاندرکاران، برگزار کنندگان و در رأس همه امام جمعه محترم جناب مولانا نیازی از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدواریم که خداوند عزوجل این شب را و این شبهای فرخنده را برای همه ما میمون و مبارک بگرداند. با توجه به ضیق وقت، چند دقیقه‌ای که در خدمت شما سروران عزیز هستم پیرامون عوامل ترقی و انحطاط مسلمانان در عصر حاضر کلمات شکسته عرض خواهیم کرد، به امید آن که رب العالمین شوکت و عزت و عظمت از دست رفته مسلمانان را به مسلمانان برگرداند. سروران عزیز، غم و درد و رنج و آلامی که دامنگیر جهان اسلام شده و مصائب و مشکلاتی که بر پیکر عظیم اسلام وارد می شود بر هیچ کس پوشیده نیست. بدون تردید جهان اسلام به ویژه در قرن 21 با چالش‌های بسیار جدید و جدی مواجه گشته است و موقعیت اسلام و مسلمانان از حیث اجتماعی، سیاسی، نظامی، جغرافیایی با خطر جدی مواجه شده است. علت چیست؟ آیا مسلمانان حاملان قرآن همین افراد نبودند که در دوران حکومت نوپای اسلام به سروری و ریاست و زعامت بزرگترین ابرمرد تاریخ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در شبه جزیره عربستان به اوج سعادت و خوشبختی رسیدند و قله‌های کمال رو طی کردند؟ آیا همین مسلمانان نبودند که آرم سیادت و زعامت و قیادت را الله ذوالجلال بر قلب اینها توسط آیه و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین حق کرده بود و هر کجا عزم حرکت را جزم می کردند صبح پیروزی به صورتهای اونها لبخند میزد و چراغ سبز پیروزی جلوی چشمانشان چشمک میزد؟ آیا همین صحابه نبودند که به راحتی و با اندک زمانی توانستند و موفق شدند پایه های عریکه قدرت های استبدادی و استثماری را به لرزه درآورند و ریشه های اونها را تارمار کنند و سرزمین هایشان را زمینه قلمروی اسلام و مسلمانان گردانند؟ قطعا تاریخ گواهی کامل و عادل بر این ادعاست که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین علی رغم نداشتن امکانات مدرن و تجهیزات جنگی در سطح بالا هر کجا که قدم میگذاشتند فتح و ظفر و کامیابی و پیروزی بدرقه راهشون. اما امروز مسلمانان علی رغم گسترش موج اسلام گرایی و تراکم جمعیت مسلمانان هر جا مشتی بالا می رود بر فرق مسلمانان فرود میاد، هر جا ماشه‌ای چکانیده می شود قلب مسلمانان را نشانه می گیرد و هر کجا نامی از فقر و فلاکت، بدبختی و هلاکت به گوش می رسد سرزمین مسلمانان. چرا؟ علت چیست؟ چرا صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اونقدر به عظمت و شکوه و جلال رسیدند؟ به قول اقبال فقیران تا به مسجد صف کشیدند، گریبان شهنشاهان دریدند، چو آن آتش درون سینه افسرد مسلمانان به درگاهان خزیدند. آری اونها با گفتن
و باطنین انداختن کلمه زیبای الله اکبر و لا اله الا الله تمامی صداهای فولادین و دژهای آهنین را از هم می پاشیدند. با احیای حتی کوچکترین سنت به نام مسواک دشمنشان را نابود می کردند. توسط دعای اونها جنگلها و شبه جزیره های پر از حیوانات موذی خالی می شدند و میزبان سفرای رسول معظم اسلام می شدند. دریاها بدون قایق کشتی برای اینها زمین خشک می شد، به طوری که به خدا قسم حتی سم اسب اونها با آب دریا خیس نمی شد. امروز چه شده مسلمانان را؟ عوامل و اسباب رکود و انحطاط و تنزل مسلمانان را باید پیگیری کنیم و بررسی بکنیم. من در این دقایق بسیار محدود عوامل ترقی مسلمانان صدر اسلام و اسباب تنزل و انحطاط، عقب افتادگی و رکود فکری و فرهنگی مسلمانان قرن اخیر را عرض خواهم کرد. صلوات قرایی را بفرمایید. نخستین عامل، دوستان توجه کنید، صلوات عنایت بفرمایید مجددا. اولین عامل ترقی مسلمانان در عصر صحابه و رسول معظم اسلام وجود اسلام حقیقی، تبلور اسلام واقعی و ایمان واقعی در قلوب مسلمانان صدر اسلام بود و امروز جایگزین شدن اسلام سوری به جای اسلام حقیقی. بله، شاید سوال ایجاد بشه مگر میشه اسلام هم صورت و حقیقتی داشته باشد؟ بله، هر چیز صورت و حقیقتی دارد. من برای باز شدن بحثم، برای این که تفاوت اسلام سوری و حقیقی رو بدونید مثالی میزنم. شما حتما از موزه های طبیعی که انواع حیوانات، مجسمه های حیوانات در اونجا وجود داره دیدن کردید. مجسمه شیر، مجسمه پلنگ، مجسمه های روباه. خب هر کس از لحظه‌ای که وارد میشه از دور که مجسمه شیر را میبیند وحشت زده میشود که این شیره، اما بعد از اینکه دقایقی به اون نزدیک میشود میبیند که نه تنها این که این شیر نیست، بلکه به توان درندگی و دریدن رو ندارد، بلکه توان دفاعی از خودش رو هم نداره و حتی این شیر بزرگ و این پیکره عظیم و مجسمه بسیار هولناک از خودش نمیتونه دفاع بکنه و یک بچه و یک کودک بسیار ضعیف با دستان ظریفش میتونه این مجسمه رو به پایین پرتش بکنه. خب این بچه خیلی کودکه، ولی چون حقیقت انسانه از پس نابودی یک شیر، مجسمه شیر بزرگ برمیاد. چرا؟ چون صورت هر چقدر بزرگ و شگرف باشد باز هم نای و توان مقابله با حقیقت رو نداره، حقیقت اگرچه کوچک باشه. اسلام صحابه و رسول معظم اسلام و اسلاف ما در واقع اسلام حقیقی بود و اسلام ما امروز متاسفانه باید قبول بکنیم، به این باور برسیم که اسلام ما فقط صورتش باقی مانده است. ما صورت اسلامیم، حقیقت اسلام از بین رفته. حقیقت اسلام را اون اصحاب بزرگوار و اون زنان و جوانان و نوجوانانی فهمیدن که به مجرد گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله تمام حسب و نیست خودشان را در طبق اخلاص میگذاشتند و در راه اسلام فدا میکردند. توحیدی که در گذشته اون قدر تأثیر داشت، کلمه لا اله الا الله و شهادتینی که وقتی در وجود انسانیت اون زمان متولد میشد چنان در وجود اونها تأثیر میگذاشت که رنجها، ملالتها، نارساییها، ناملایمیها همه رو برای اونها آسان میکرد. از زنان بگیم حضرت خنسا رضی الله عنها وقتی که این نیروی اسلام و قرآن در وجودش متولد می شود 4 تا از افراد درجه که خانواده خودش رو خون اونها رو در طبق اخلاص می گذارد و در حدی می کند به پیشگاه اسلام و ملت مسلمانان. یا اون زنی که 4 نفر از افراد درجه یکی در یکی از جنگ‌ها شهید می شود وقتی که بهش خبر میدن که بله پدر، برادر، فرزند، شوهرت همه اینها شهید شده، این حرفها گفتنشون فقط به زبان آسانه اما در عرصه عمل واقعا بسیار مشکله.
چی میگه وقتی که رسول معظم اسلام را مشاهده می‌کند؟ کل مصیبت بعد ذلك جلل. یا رسول الله، بعد از اینکه شما سلامتی، چون که جهان بشریت، جهان انسانیت نیاز مبرمی به وجود ابر مرد تاریخی چون شما دارد، هرگز از دست دادن سرورانم و عزیزانم و نور چشمان من برای من اهمیتی ندارد. بله، این از زنان و اما نوجوانان به یک مورد از اونها اشاره می‌کنم. امیر بن وقاص در غزوه سرنوشت ساز بعد، زمانی که رسول معظم اسلام با لشکر 313 نفری خودش در مقابل خیل عظیم کفار سپارایی می‌کند، این نوجوان 10 و 12 سال امیر بن وقاص یواشکی متوجه میشه شاید رسول معظم اسلام منو برگردونه، لذا به صورت پنهانی میاد در میان صفوف مسلمانان خودش رو جا میده به صورتی که پیامبر خدا اونو مشاهده نکنه. ناگهان چشمان برادر سعد بن ابی وقاص برادر به اون میافتد که امیر کجا آمدی؟ تو چرا آمدی؟ یواش، چیزی نگو داداش، ممکنه رسول معظم اسلام خبر بشه و منو از صفحه جنگ برگردونه. من آمدم خودم فدای رسول الله بکنم، من آمدم با کسانی که به ساحت پاک و مقدس رسول الله اعانت میکنه، من آمدم فرعون ها را، ابو جهل ها را، کسانی که به ارزش های اسلامی و معیارهای دینی اعانت میکنند، من اونها را تکه تکه و پاره پاره بکنم و با این دستان ظریفم اونها را برای همیشه به درک واصل کنم. تو خدا به پیامبر چیزی نگو، پیامبر رو خبر نکن. گفتگو محاوره ادامه داشت که ناگهان جمال رسول معظم اسلام رو مشاهده کرد. امیر کجا آمدی؟ یا رسول الله، خدا رو قسم به پات میفتم، منو بر نگردون، آمدم بمیرم فدای تو بشم، منو بر نگردون. در آرزو شهادت آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خان من را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. امیر بلند شد، شمشیر رو به گردنش آویخته، به خدا قسم که شمشیر نوکش روی زمین کش میخورد. از قد امیر هم بزرگتر مردانه‌وار حرکت کرد، در صف کارزار شرکت کرد و جزء کسانی بود که عاشقانه جام شهادت را نوشید. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. خوشا آنان که در این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، نگردیدند هرگز گرد باطل، حقیقت را پرستیدند و رفتند. اینها بودند. اما ما موقعیت خود ما رو بررسی میکنیم. امروز آقای دکتر یوسف قرضاوی، نویسنده معاصر و متفکر، کتابی داره واجب الشباب المسلم الیوم. ایشون می‌نویسن یکی از دانشمندان غربی از طریق مطالعه کتب اسلامی و قرآن عظیم الشان شیفته اسلام میشه، فقط از طریق نوشتارهای اسلامی عاشق اسلام و مسلمانان میشه. بعد از اینکه مسلمان میشه کلمه رو میخوانه، از خودش جذب میکنه تا بره اسلام را در مرکز اسلام، محوریت اسلام رو در مکه و مدینه مشاهده بکنه و مسلمانان رو ببینه. با این عزم حرکت میکنه، جهان غرب را به مقصد مکه و مدینه راه میکنه. وقتی میاد اینجا مسلمانان رو میبینه، میدونید چی میگه؟ یک جمله‌ای که ما مسلمانان باید آب بشیم. میگه الحمدلله الذی عرفنی الاسلام قبل ان اعرف المسلمین. خدا را شکر که اول اسلام رو دیدم و شناختم، بعد مسلمانان را مشاهده کردم. که به خدا سوگند اگر اول مسلمانان را میدیدم تا 100 سال شیفته اسلام نمیشد. این برای ما چی میمونه آخر؟ یکی از برادران بزرگوار جماعت تبلیغی صحبت میکرد، میگفت در لس آنجلس یکی از برادران تبلیغی مغازه‌ای داره، مغازه خاربار فروشی. صبح که مغازه رو باز میکنه، قرآن رو جلوش باز میکنه، شروع میکنه به خواندن. یک خانومی از خانم‌های بالاخره غیر مسلمان، مسیحی بود یا یهودی، برای خرید لوازم و احتیاجات اولیه منزلش میاد پیشش. هر روز به یک مطلبی که بهش میندازه و بعد قرآنش مسخره میکنه تا اینکه ارتباطات زیاد میشه و کاری نداریم، شیفته اسلام میشه، از طریق همون تبلیغی مسلمان میشه.
بعضی این مسلمان میشه میگه آقا یک شوهر خوب برام پیدا کن که من باش ازدواج بکنم. یه شوهر خوب بهش انتخاب میکنن، به هر حال عقد اسلامی صورت میگیرن، میرن برای زندگی خودشان. یک ماه نمیگذرد که این آقا نشسته که ناگهان یک روز صبح این خانم آمد، در حالی که حجاب هم از سرش برداشته، قرآن هم به دستش. به خدا قسم میفرمودن که قرآن رو بلند کرد روی سرش، محکم زد به زمین، گفت این شما و این اسلام شما، من نمیخوام این اسلامو. چرا؟ چی شده؟ اسلامی که خود شما به اسلامتون عمل نکنید، چرا از ما توقع دارید که اسلامو قبول بکنید؟ شوهر من قرآن گفته شراب حرامه، شب و روز 2 لیتر شراب میخوره. زنا، الواتی به حجابی، سریال‌ها و فیلم‌های مبتذل، سری‌های بسیار خطرناک، هر گناه الواتی که دستش برمیاد، من این اسلامو نمیخوام و مرتد میشه به خاطر دیدن این عمل یک مسلمان. ما مسلمان‌ها واقعا در عرصه عمل سستیم. اگر ما باز همین مسئله رو بگشاییم در تمامی ابعاد زندگی، در بعد عبادی و معنوی، عبادت‌ها خالی از روح، کو نمازی که جسم هست و روح در اون نیست، این نماز چه تأثیری میخواد داشته باشه؟ نمازی که رسول معظم اسلام در غزوه سرنوشت ساز بدر، باز هم زمانی که مسلمان‌ها با لشکر کفار روبرو میشود و میبینی چیزی نداره، میاد درون عریش دست دو رکعت نماز با شماره تلفن 2 رکعت نماز با خدا تماس میگیره و اونقدر دعا میکند، اونقدر تضرع میکنه که ابوبکر صدیق دست پاش به لرزه میافتد. حسبک یا رسول الله، یا رسول الله تو رو خدا بس کن دیگه، کافی است. عرش خدا به لرزه درآمد، فرشتگان الهی به استقبال سپاهیان مسلمان آمد، رسول معظم اسلام الله الله میزد. اون نمازهای امروز از میان ما رفته، نمازی که استاد ندوی متفکر جهان اسلام از مولانا روم رحمت الله علیه تعریف میکنه که در فصل زمستان اونقدر در نماز غرق بود، برف به زمین گریه میکردن، اشک میریخت. به خدا قسم اشک تا روی محاسن و ریشش میآمد، از بس هوا سرد بود، اشکها تبدیل به یخ میشد. اون نماز امروز هست، سراغ اون نماز هست. این بعد عبادی. در بعد اجتماعی، تشتت، تفرق، اختلاف، درگیری شده جز لا ینفک مسلمانان. از روزی که عربها عرب شدن، کردها کرد شدن، افغانها افغان شدن، فارسها فارس شدن، تکه پاره شدن، جهان اسلامی اینجوری نه افغانیم نه ترک و تتاریم، چمنزاریم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوبهاریم. تو ای کودک منش خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن، به رنگ احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترک عرب کن. نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل به محبوب حجازی بستیم، دل به رسول الله بستیم، دل به محبوب حجازی بستیم، زین سبب با یکدیگر پیوستیم. گر نسب را جزء ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای. در بعد نظامی و سیاسی مسلمانان متاسفانه هیچ راهکاری ندارند. در بعد اقتصادی هنوز راهکار مناسبی برای تورم، برای جلوگیری از بحران اقتصاد ندارند. لذا خودشان را محتاج غرب میدونند و فکر میکنند غرب اگر درهای نعمت خودش را به روی مسلمانان ببندند از گرسنگی میمیرند. اقبال به من و تو میگه مؤمن و پیش کسان بستن نتاب، مؤمن و پیش کسان بستن نتاب، پیش دیگران بیاد بالاخره خودشو خم بکنه. مؤمن و غداری و فقر و نفاق، با پشیزی دین و ملت را فرود، هم متاع خانه و هم خانه سود. آن که بود الله او را ساز و برگ، دین او اندر کتاب و او به مرگ. صاحب قرآن و بیزوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب، هر کسی بر جاده خود تیز رو، ناقه ما بی زمام و هرز دو. این در بعد سیاسی. در بعد عدالت اجتماعی، کجا رفتیم عدالت ها؟ امروز عدالتی متاسفانه متحقق نمی شود. سلطان مراد کسی بوده که از خلفای عثمانی که تمام شبه جزیره بالکان رو فتح کرد، ایشون یک مسجدی بنایی آوردن، یک مسجدی درست کرد، مسجدی رو ساخت که بهترین مسجد باشه. مسجدش یک نقشی داشت، اقبال لاهوری اسمش آورده. بعد بنای مسلمان بعد از اینکه بالاخره بنای خودش رو تمام کرد، سلطان مراد کار رو نگاه کرد، گوشه نقش رو دید، با شمشیر خودش بلند کرد. سلطان مراد بلافاصله دست این بنای مسلمان رو قطع کرد.
بنا بلافاصله رفت به قاضی شهر شکایت کرد از دست پادشاه وقت که دست منو بدون جهت بریده. بلافاصله مأمورین انتظامی رو فرستادن، سلطان مراد رو احضاریه فرستاد. رئیس جمهور داره در یکی از دادگاه‌ها استیضاح میشه و دادگاهی بازجویی قرار میگیرد. میاد اونجا بعد میگه که لباس شاهی خودت در بیار کنار متهم بشین. میشینه بعد میگه چرا آزادیش؟ میگه بله من سرخین زد بالا ناراحت شدم. شمشیرشو میگیره از دست پادشاه و رئیس جمهور دست بنای مسلمان میده. میگه حالا بگیر و بزن. دست خودشو دراز میکند در مقابل عدل الهی و سنت قرآن و حدیث. این بنا بلند میکنه دست خودشو که بزنه. ناگهان بیاد عفو و رأفت و محنت و محبت رسول معظم اسلام و گذشت پیامبر میفته. میگو از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. اقبال در آخر میگه پیش قرآن بنده و مولا یکیست، بوریا و مسند زیبا یکیست، یا نوری بر سلیمانی زفر سطوت آیین پیغمبر نگر. اینو میگن اسلام و اینو میگن عدالت اجتماعی. صلوات قرای نزدن. و آخرین مسئله دعوته که اسلام مسلمان نباید فقط به فکر خودش باشه، بلکه مسلمان باید محور اصلاح جامعه و ارشاد و راهنمایی قرار بگیره. امروز جهان غرب با تمام نیرو و انرژی بوقهای تبلیغاتی به دست گرفتن، بر علیه اسلام مسلمانان شب و روز دارن بالاخره زبان گشایی میکنن. وقتی ما پروتکل‌های دانشوران صهیونیست برای نابودی اسلام و ارزش‌های اسلامی رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم، بدن انسان میلرزه. اما من به عنوان آخرین سخن اینو میگم که باز هم جای نومیدی نیست. به قول اقبال میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، ای دلیران وطن قربان ایمان شما، میخورد در قلب دشمن تیغ بران شما. هنوز هم در افق اسلام ستاره های درخشانی وجود دارد که دارند از کیان اسلام مسلمان دفاع میکنند. سرزمین قدس و مسلمانان و حامیان قدس، انتفاضه قدس. کودکان فلسطین هنوز دارند بار دیگر نام خالدها، عمرها، صلاح الدین های ایوبی و حیدر کرارها را زنده میکنند. من به دو گزارش بسیار کوتاه اشاره میکنم که در قدس چی میگذرد. خبرداری مسلمانان ایران، جوانان ایرانی، فردا روز جهانی قدس است. نوجوانان قدس، بچه ها و دانش آموزان بیت المقدس و فلسطین صبح برای مدرسه که بلند میشن، به جای کیف، به جای خودکار و قلم و کتاب، میدونید داخل کیف خودشان چی میگذارن؟ سنگریزه ها رو جمع میکنن. به خدا قسم به جای خودکار و قلم میذارن داخل کیفشان، خود برمیدارن کیف پر از سنگ را، میاد کنار مادر نازنینش، پیشانی مادر رو میبوسد، میگه مادر الان پیشانی تو رو میبوسم. این از حرکت میکنن، دست به عملیات استشهادی میزنن، نارنجک میبندن، خودشان را در قلب صهیونیست ها قرار میدن و هر دو زوج جوان جام شهادت رو مینوشن و بعد عقد عروسی خودشان را در جنت الفردوس برگزار میکنن. آری اسلام هنوز تابناک است. امتی کالمطر لا یدری اولها خیر ام آخرها. امیدواریم که رب العالمین بار دیگر عزت از دست رفته اسلام و مسلمانان را به مسلمانان برگرداند. لذا جوانان عزیز، به عنوان آخرین سخن ما باید برگردیم، مقداری به خود بیایم، گذشته خودمان را به دست بیاریم. ما فرزندان خالد ابن ولیدیم، ما فرزندان ابوبکر و عمر و عثمان و علییم، ما فرزندان طلحه و زبیریم که به خدا قسم اگر سر براریم، اگر ایمان را به کف بگیریم، اگر پرچم لا اله الا الله را در عرض بسیار مدت کوتاهی میتوانیم جهان کفر را به لرزه درآوریم. من با این شعر اقبال صحبتم را خاتمه میدهم. لا اله سرمایه اسرار ما، لا اله سرمایه اسرار ما، رشته از شیرازه افکار ما، حرفش از لب چون به دل آید همی، زندگی را قوت افزاید همی. نقش او گر سنگ گیرد دل شود، دل گر از یادش نسوزد گل شود. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. ما مسلمانیم و اولاد خلیل، از ابیکم گیر اگر خواهی دلیل. ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و
یک جان شدیم. به امید آزادی قدس و فتح و نصرت مسلمانان، پروردگارا عزت و شوکت از دست رفته مسلمانان را به مسلمانان برگردان. جوانان ما را جوانان مؤمن، متعهد، مخلص و موفق در دنیا و آخرت بگردان. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.